این احتمال زیاد است که روز پنجشنبه 18 ماه جاری روز اول ماه مبارک رمضان است. باز تاکید میکنم اگر در صورتی که ما رو فرض کردیم روز سه‌شنبه دیدیم، حتمی بگه سه‌شنبه و وسایل اخباری آمد تلویزیون رادیو ما اعلام می‌نماییم که روز چهارشنبه روز اول ماه مبارک رمضان است. اما اگر ما دیده نشد روز سه‌شنبه، فرض کردیم روز چهارشنبه دیدیم یا که ندیدیم، از بس که ماه رجب 30 می شود، ماه رجب 30 می شود، پس ماه مبارک رمضان چیز روزی پنجشنبه 18 ماه جاری یعنی اعلام کرده می شود. اگر تغییرات آمد، فرض کردیم روز سه‌شنبه ما اگر ماه نو رو دیدیم، ماه مبارک رمضان رو دیدیم، حتمی همون بگاه، حتمی ما هنگامی چیز بعد غروب آفتاب بعد نماز شام تا نماز خفتن دیده می شود. عادتا همین است. اگر در صورتی که ماه دیده شد، ما با وسایل اخباری آمد تلویزیون و رادیو برای تمام مردم جمهوری تاجیکستان این تغییرات رو می‌رسانیم. مسئله دوم، موافق حساب شرعی نصاب زکات 12200 سومانی بوده. از این یعنی 305 سومانی زکات داده می شود. موافق سنجش کمیسیه مخصوصی ماه مبارک رمضان با تماس و تمام منطقه ها، خصوصا به تمام بازارها و بانک‌های دولتی و صاحبکاران انفرادی ما تماس گرفتیم و نصاب زکات رو هم در بازار و هم در بانک ملی و در تمام بازارها معین نموده از همین نصاب زکات 12200 سومانی زکات داده می شود. حالا در مسئله سوم که صدقه فطر است، موافق معیارهای شرعی 4 سومانی معین کرده می شود. چرا که گندم در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف آن از 2 تا 350 سومانی است، وابسته به نوع گندم و صفت گندم. صدقه فطر در ماه مبارک رمضان در سال جاری برای هر فردی عائله 4 سومانی مقرر کرده می شود. در این مسئله کسی چیزی گفتنی دارد؟ فکر می‌کنم که تمام اعضای شورای علما پیشکی در تماس بودند. در این کمیسیه فعالانه خوب کار کرد و اکثریت اعضای شورای علما فکرهای خود را تا همین دیروز و تا همین شروع شوی همین جلسه فکرهای خود را پیشنهاد کرده بودند. برای همین من فکر میکنم که در اینجا یکم نافهمی وجود ندارد. پس در مسئله چهارم، فدیه سم برای شخصانی که سالخورده و بیماری هست که از اون دیگر هیچ بوی امیدی نیست و برای اونها برای هر نفری در همین سال به مقدار 300 سومانی برای 30 روز، یعنی برای هر روزی 10 سومانی و چینکی خوراک میانه، نه بلند نه پستی پست، حساب خوراک میانه یک فقیر، یعنی 10 سومانی برای هر روزش. خلاصه تا آخر رمضان برای 30 روز 300 سومانی فدیه صوم مقرر کرده شده است.